لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب، لبيك لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين، لبيك يا الله والشوق دوما في ابتسام، لبيك يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. البته مفتخر هستم که جناب مولانا عبدالقدوس دهقان را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا تقدیم نموده ایشان را خوش آمدید میگویم. من در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز، البته در این قسمت از برنامه‌های ویژه برنامه رکن پنجم روی موضوع حج محراب توحید صحبت خواهیم کرد ان شاء الله و از محضر جناب مولانا عبدالقدوس دهقان در این مورد مستفید خواهیم شد. جناب مولانا، میشه صحبت را از کجای حج آغاز کنیم که توحید را در بر بگیره؟ بدون شک حج هر لحظهش با توحید منسلک است، مرتبط هست. برای ما بیننده های عزیز، ما اگر در مورد بنای بیت یا بنای خانه توسط پدر موحدین حضرت ابراهیم علیه السلام اگر صحبت کنید، از اینجا چگونه حضرت ابراهیم این خانه را بنا کرد، خانه‌ای که رمز یکتاپرستی است. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همون گونه که شما هم اشاره فرمودید، واقعا خانه کعبه که خانه الله و بیت الله هست رمز یکتاپرستی و توحید هست و اصلش و اساس بنای خانه کعبه بر مبنای توحید و یکتاپرستی بوده و تا قیام قیامت هم به عنوان مناره و مبنای توحید و شعار توحید باقی خواهد ماند. خانه کعبه در دین اسلام و همچنین در تمامی ادیان الهی جایگاه ویژه و خاصی را داشته و اولین خانه‌ای هست که برای الله متعال به منظور عبادت الله متعال بنا شده. این اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. اولین خانه‌ای که بنا شده برای مردم، برای اینکه مردم عبادت بکنند، معیار باشه، قبله باشد برای تمام مسلمانان و تمام مؤمنان به منظور عبادت الله متعال که در هنگام عبادتشون به طرف آن روی بکنند و در هنگام عبادت پیرامون این خانه در واقع طواف بکنند و شعاری برای موحدان و برای عبادت گزاران باشد. بفرماند للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین.
آن خانه ای هست که در بکه هست. بکه تعریف متعددی رو داره که برخی از مفسرین معتقدند که بکه نام دیگر مکه هست. بکه یعنی مکه، آن خانه ای که در مکه ساخته شده و این خانه هدایتی هست و مبارک هست و برکتش از روی عبادت هست، از روی این هست که مناره توحید هست و قبلگاه موحدین هست. این برکت بسیار عظیمی هست که در واقع این خانه داره، برای جهانیان مایه برکت و مایه هدایت هست. اما تعبیر دقیق تر بکه از بک میاد. بک به معنی ازدحام مردم، یعنی شلوغی، یعنی ازدحامی که مردم چه باشا که مجبور بشند که یکدیگر رو در واقع یک نوع ازدحام شدیدی به وجود بیاد که راه نداشته باشه، ازدحام که جمعیت قفل بشه. در واقع این معنی اصلی بکه در زبان عربی هست و امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمت الله علیه اینو تفسیر رو راجح میدونند که بکه یعنی خود مرکز مسجد الحرام، نه مکه. بکه یعنی مرکز مسجد الحرام، دقیقا همون جایی که امروزه خانه کعبه وجود داره. ازدحام کجا میشه؟ پیرامون خانه کعبه میشه. این منطقه رو اسمش هست بکه و بیرون حرم رو، بیرون این منطقه رو اسمش هست مکه و این نشانه از این داره که مردم با دل و جان به اون قسمت یعنی سرازیر میشوند، به گونه‌ای که ازدحام به وجود میاد، به صورتی که جمعیت قفل میشود. اینجا رو الله متعال به عنوان اولین بیت و اولین خانه که به منظور عبادت الله متعال در واقع بنا شده ذکر می کند. فیه آیات بینات، آیات بیناتی در این خانه هست و در این بکه هست و در این بیتی هست که به منظور عبادت الله متعال بنا شده که مقام ابراهیم، یکی از این نشانه ها مقام ابراهیم هست که تاکنون هم وجود دارد. یکی دیگر از نشانه ها و من دخله کان آمنا، هر کسی که وارد این منطقه بشود در امنیت هست، احساس آرامش و امنیت می کند. و نشانه دیگر این است که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مسلمانانی که توانایی حج را دارند باید بیان، بر اونها فرض هست که در کل عمرشون یک مرتبه بیان در اینجا و طواف بکنند و دیگر شعائر حج را انجام بدهند. درست. خود این آمدن در بکه و پیرامون خانه کعبه و ازدحام در اینجا، طواف در اینجا، به اضافه شعائر دیگری و مناسک دیگری که در حج انجام میگیرد، این نشانه تعظیم شعائر الهی هست، نشانه تعظیم دستور الله متعال هست، نشانه اوج محبت و اوج توحیدی هست که در قلوب مسلمانان در واقع جا گرفته. و قطعا کسانی که سفر میکنند به این سرزمین از همون لحظه اول که از خانه بیرون میان اشک شوق در چشمانشون و از چشمانشون در واقع سرازیر هست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. همین آمدن در خانه کعبه، آمدن برای حج، طواف کردن پیرامون کعبه، سعی بین صفا و مروه انجام دادن، یه بقیه اعمالی که انسان انجام میدهد، این نشانه تعظیم هست، نشانه این که بدون این که ما ولو این که فلسفه حج رو نفهمیم، فلسفه این عملی رو که انجام میدهیم نمیفهمیم، صرفاً به خاطر این که الله به ما دستور داده و انجام دستور الله و اجرای کردن دستورات الله نشانه تعظیم شاعر الله هست و نشانه محبت هست، مسلمانان در واقع این عمل رو انجام میدهند. و خود خانه کعبه یک ارتباط بسیار عمیق و تاریخ و پیشینه تاریخی بسیار عمیقی دارد، گره خورده با حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل که امام الموحدین هستند، سیدنا ابراهیم علیه السلام. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، آنگاه که ابراهیم و اسماعیل با هم و همکاری یکدیگر پایه های این خانه رو در واقع بلند کردند. و این در واقع یادگار ابراهیم علیه السلام هست که بنای فعلی که وجود داره، این ابعادی که فعلا وجود دارند و تا قبل از به زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقا همان بنایی بوده که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بنا شده.
جالب این است که از همان اول که این بیت برای عبادت الله متعال بوده، برای این اصل بنایش مقصود و هدف از بنایش عبادت و یکتاپرستی بوده و کسانی هم که این خانه را بنا می‌کردند در حال بنای کعبه دعای توحید می‌کردند و دعایشون این بود: ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امة مسلمة لك و ارنا مناسکنا و تب علینا انك انت التواب الرحیم. تمام این دعاهایی که داشتند، تمام اون حالتهای درونی رو داشتند، تمام اون آرامش و امیدی رو که به الله متعال داشتند، دلیل بر این هست که هم خانه محل عبادت الله متعال هست، برای عبادت الله متعال بنا شده و هم بانیان این خانه موحد بودند و عبادت گزار در واقع الله متعال بودند، به گونه ای که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حجشون بارها می‌فرمودند که قفوا علی مشاعرکم فانکم علی ارث من ارث ابیکم. این مشاعر رو تک به تک انجام بدید، دقیق انجام بدید که این میراث پدرتان حضرت ابراهیم علیه السلام هست که ایشون در واقع امام موحدین بودند و تلاش هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داشتند، گفتگوهایی که با قومشون داشتند در راستای احقاق حق توحید و اعلام توحید، این در تاریخ و در قرآن در واقع ثبت است که الله متعال گفتار حضرت ابراهیم علیه السلام را بارها و در سوره های متعددی از قرآن کریم ذکر می کند که ایشان می فرمودند: قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، من از اون چیزی که شما شرک می ورزید به الله متعال من در واقع بیزار هستم، من موحد هستم، حنیف هستم و حنیفم به معنی یکتاپرست، حق گرا، کسی که تابع دین هست، استقامت داره، پایبند دین مبین اسلام و دین توحید هست. و حتی ابراهیم هم که یکی از بزرگترین افتخاراتشون که به عنوان پیامبر بتشکن یا ابراهیم بتشکن در واقع ذکر می شود در قرآن یا در احادیث و در تاریخ: فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم، که تمامی بت‌ها رو در واقع شکست و ندای توحید رو در واقع غالب کرد و تبلیغ کرد. تمام اینها در واقع یک نوع ارتباطی خود این خانه، بنای این خانه، مقصود و هدف از بنای کعبه، بانی کعبه، تمام اینها برمیگرده به این که هدف اصلی و فلسفه اصلی بنای این خانه و حالات درونی بانیان این کعبه دلالت بر توحید و یکتاپرستی الله متعال دارد و این خانه و اعمالی که پیرامون این خانه انجام میگیرد و بقیه مشاعر و مناسکی که در ایام حج انجام میگیرد، تمامی اینها به نوبه خود دلالت بر توحید و یکتاپرستی الله متعال دارند. حتی از همون لحظات نخستی که انسان آغاز میکند، یعنی تصمیم میگیرد برای حج که حج برود و اولین کارهایی که انجام میدهد، تمام اینها دلالت بر این دارند که انسان میخواد یک رنگ باشه، موحد باشه، یکتاپرست باشد، همسو باشد با تمام موحدان دنیا، همرنگ باشه با تمام موحدان دنیا، اعمالی رو که انجام میدهد همزمان باشه با تمام موحدین دنیا که در واقع این اعمال رو انجام میدهند. و وقتی که در حج ما دنبال یک شعار بارز و برجسته بگردیم در حج که نماد توحید در حج چی هست، یکی از نمادهایی که در واقع ادامه داشته باشه در حج، از ابتدای حج تا انتهای حج، اینو ما همراه خودمون داشته باشیم. غیر از این که خود اعمال حج، عرض کردم که هر عملی جداگانه دلیل بر توحید هست، نشانه یکتاپرستی هست، اما در این میان تلبیه یک جایگاه خاصی رو داره و لبیک گفتن و این که انسان در واقع این جمله زیبا را لبیک لا شریک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، این ندا را در واقع و این با خودش زمزمه میکند در هر فراز و نشیبی در حج، این رو با صدای بلند اعلام میکند، تنهایی میخواند، در جمع اینو میخواند. این واقعا بزرگترین شعاری هست و دقیق ترین تعبیری هست از جایگاه توحید در حج. تشکر، سلامت باشید جناب مولانا. قبل از اینکه بریم روی جایگاه توحید در حج که حج هر لحظهش، هر گامش مرتبط و متعلق هست با توحید، شما از بنای حضرت
ابراهیم و اسماعیل گفتن که خانه را برای یکتاپرستی الله متعال بنا کردند چون خودشان موحد بودند. قبل از حضرت ابراهیم هم خانه وجود داشته یا خیر؟ یک جمله معترضه است. در مورد بنای کعبه در اینجا، یعنی در میان مورخین و اختلاف نظر وجود داره که آیا اولین بار این حضرت ابراهیم علیه السلام بوده که خانه کعبه رو در واقع بنا کردند یا قبل از ابراهیم علیه السلام خانه وجود داشته منتها از بین رفته. قول راجح در این زمینه با توجه به آیات قرآن، چندین آیه از آیات قرآن مجید دلالت بر این دارد که خانه قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام بنا شده بوده به عنوان بیت الله و خانه مشخص بوده در اینجا، منتها قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان حضرت نوح علیه السلام بر اثر طوفان این خانه از بین رفته بوده، فقط همون پایه هایش در واقع مونده بوده و اولین کسی که بعد از طوفان نوح خانه کعبه را تجدید بنا کرد و قواعد و پایه هایش را بلند کرد حضرت ابراهیم علیه السلام بودند. مفسرین برخی معتقد بر این هستند که خانه کعبه در اصل توسط فرشتگان بنا شده. استدلال میکنند که این اول بیت وضع للناس، اولین خانه ای که برای مردم بنا شده، یعنی کسی غیر از مردم این رو بنا کرده و قبل از اینکه مردمی بر روی زمین بیاد این خانه رو برای مردم بنا کردند، یعنی فرشتگان این رو بنا کردند. و در برخی از مفسرین نظرش این است که خود حضرت آدم علیه السلام اولین کسی بوده که این خانه رو بنا کرده. در هر صورت قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام هم این خانه وجود داشته، خصوصا که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که حضرت اسماعیل را و مادرش را می آورد و در این سرزمین لم یزرع و در این وادی رها می کنند، می فرماید ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، من زن و بچه‌ام را در یک سرزمین لم یزرعی کنار خانه ات آوردم و گذاشتم. در اون زمان که حضرت اسماعیل علیه السلام تازه نوزاد بودند، دیگه نمیتونستن بنا بکنن. معلوم میشود که قبل از این که حضرت ابراهیم و همراه با پسرش اسماعیل که بزرگ شده بود نقشی داشته باشه در تجدید بنای کعبه، این خانه قبلا وجود داشته، منتها آثارش از بین رفته بوده، سنگ و خاکی بوده که روی هم تلمبار بوده و حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام اومدن این رو تجدید بنا کرد. درست، تشکر، سلامت باشید. این خانه را برای یکتاپرستی حضرت ابراهیم و اسماعیل بنا کردن و ندای توحید و یکتاپرستی را سر دادن. سپس وقتی ما می‌بینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مبعوث میشوند به پیامبری 300 و چند بوتی در داخل و اطراف این خانه بوده. این سلسله توحیدی که حضرت ابراهیم بنا کرده بود و تأسیس کرد چطور منقرض میشود و یک بتخانه جور میشود؟ اصل به اصطلاح پیدایش شرک از کجا آمد؟ و به اصطلاح بت‌هایی که در خانه کعبه به وجود آمده بوده، اینها یعنی اصل در بشریت به صورت کلی توحید هست و مبنای خلقت به اصطلاح انسان ها و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همان عبادت الله یعنی الا لیوحدون. تفسیر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هست برای توحید الله متعال و عبادت الله متعال بوده. و شرکی که به وجود آمده، این شرک یک قضیه جدید هست، در واقع طاری شده، پدید آمده، در اصل وجود ناپیدا هست که بعد از توحید به وجود آمده و علتش هم به اصطلاح این هست که یک مدت زمانی گذشته بعد از حضرت به اصطلاح در زمان حضرت نوح علیه السلام یا بعد از هر یکی از پیامبران الهی در واقع میگذشتند و یک فرصت زمانی به وجود می آمد و خصوصا در مورد بت‌هایی که در خانه کعبه بوده، فاصله زمانی که در میان رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت عیسی علیه السلام بوده، در این زمان این بت‌ها در واقع به وجود آمدند. اولین کسی که این بت‌ها رو از سرزمین شام یعنی نمونهش رو آورد در مکه مکرمه عمرو ابن لحی خزاعی بود که این
نام بد رو برای خودش در واقع آورد و ثبت کرد و این بت‌ها رو آورد در مکه مکرمه و اساساً این بت‌ها هم با عنوان این که معبود باشند ساخته نشدند. یعنی اصل بت‌ها رو وقتی هم که در زمان حضرت نوح علیه السلام یا حتی مشرکان بعدی وقتی که بت‌ها می ساختند میگفتند اینها نمادی از ایمان هست، نمادی از توحید هست، نمادی از بزرگان دین هست. ما اینها رو اینجا در جلوی روی خودمون میگذاریم تا اینکه عبادت ما خالصانه تر باشد، بهتر بتوانیم که حالات درونی ما با روحانیت بیشتری بتونیم که الله متعال را عبادت بکنیم. و این یک سری تحریفاتی بوده که در اصل توحید و در اصل جایگاه خانه کعبه که در واقع برای توحید بنا شده بوده، این به مرور زمان مشرکین در واقع به خاطر سیطره و تسلطی که بر خانه کعبه داشتن، این کعبه را به جای این که محل توحید باشه، از اینجا ندای توحید برخیزد، در یک مقطع زمانی در واقع متاسفانه در زمان جاهلیت در اختیار مشرکان بوده و در داخل خانه کعبه نمادهای شرک رو آوردند و جا دادند. تشکر، سلامت باشید. گفتید که اونها به خاطر عبادت اینها رو نساخته بودن، فقط هدفشان این بود که نماد باشه که به عبادت الله بپردازن یا هم واسطه های قرار میدادن. یعنی ذات این بت‌ها هدفشان نبود، هدف باز هم رسیدن به الله بوده. در اصل این گونه بود، گرچه خود این ولو این که هدف رسیدن به الله متعال باشد، باز هم این یک امر کاملا در واقع شرک آمیز هست و شرک هست. یعنی هدف به هیچ عنوان این اعمال را و این رفتاری را که داشتن توجیه نمی کنند، برخلاف دستور الله متعال بوده. هدف اصلی بانیان کسانی که این بت‌ها را ساختند در مرحله اول این بوده، اما در مراحل بعدی، در نسل‌های بعدی در واقع اون تصور از بین رفت. تصوری که بانیان اصلی این بت‌ها به خاطر اینکه تقرب بیشتری باشه به الله متعال، بیشتر به یاد الله متعال بیفتند، به یاد بزرگانشون بیفتند که چگونه عبادت میکردن، نسل‌های بعدی رفته رفته در واقع اومدن به جای این که اینها رو سبب قرار بدن برای یاد الله متعال و برای عبادت الله متعال بیشتر تشویق بشن به عبادت الله متعال، خود این بت‌ها رو در واقع شریک الله متعال قرار دادند و معبود خودشون قرار دادند و دقیقاً همان چیزهایی رو که از الله متعال می‌خواستند از این بت‌ها می‌خواستند، یا اساساً از الله متعال در حالت سلامتی و در حالت حذر چیزی رو نمی‌خواستند مگر در صورتی که در دریا غرق می‌شدند، گرفتار طوفان می‌شدند، اونجا مستقیما همه چی یادشون میرفت و از الله متعال می‌خواستند. اما زمانی که در مکه بودند میگفتند این بت‌ها واسطه ما هستند به پیشگاه الله متعال و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی، ما فقط اینها رو عبادت می‌کنیم تا اینکه اینها ما رو به الله متعال نزدیک کنه. تشکر، سلامت باشید. متاسفانه همین شبهه و همین مرضی است که بسیاری از مسلمان نماهای امروز هم میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی، ما به قبر و پیر و اینها که رو میاریم فقط به خاطر عبادت مخصوص الله متعال هست. عبادت به هر منظور دیگری که باشه برای غیر الله متعال در واقع جایز نیست. حتی یکی از نمادهای عبادت را که در واقع سجده به بارگاه الله متعال هست که در شریعت اسلامی صرفاً و فقط برای الله متعال هست. یکی از گروهی که در مدینه منوره اومده بودند پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، یکی از افراد سجده که گفت ما دیدیم که در سرزمین روم برای بزرگان خودشون تعظیم میکردن، سجده میکردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که سجده برای کسی غیر از الله مناسب نیست و زیرا که این به عنوان یک عبادت هست و عبادت را برای غیر الله متعال به هیچ منظوری نباید انجام بدیم، فقط و فقط برای الله متعال باشه و همین خود این عبادت را که برای الله متعال ما انجام میدیم خودش بزرگترین تقرب به بارگاه الله متعال هست. لازم نیست که عبادتی رو که حق الله متعال هست اینو برای کسی دیگر انجام بدن تا اینکه اون فرد ما رو به الله متعال نزدیک بکنه. ما خودمون به الله متعال نزدیک هستیم. الله متعال از همه این معبودان باطل به ما نزدیکتر هست و نیازی به چنین تزلف و چنین تقربی در واقع نیست. فقط اعمال صالح هستند که ما رو به الله متعال نزدیک میکنه. تشکر، سلامت باشید. میایم روی اصل موضوعمون که رکن پنجم حج محراب توحید است و شما گفتین که بزرگترین شعار حج که تلبیه هست این نماد توحید و یکتاپرستی است. میپردازیم به این ان شاء الله بعد از یک برنامه.
اجازه میتین. بیننده های عزیز میان برنامه کوتاه را میگیریم و برمیگردیم با ادامه موضوعمون که حج محراب توحید است. با هم باشید. لبيك وحدت القلوب لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب لبيك لبيك جئنا محرمين لبيك من كل البقاع لبيك يحملنا الحنين لبيك يا الله والشوق دوما في اتساع لبيك يا با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با ویژه برنامه رکن پنجم با موضوع حج محراب توحید خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از میان برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان در مورد بنا و انشاء خانه الله متعال بیت الله حرام صحبت کردند که بنای این خانه و بنیاد این خانه بر توحید و یکتاپرستی توسط پدر موحدان ابراهیم علیه السلام بناش به توحید گذاشته شد و همچنان که چگونه عهد توحیدی منقرض شد و مردم از توحید الله متعال دور شدن و به شرک و خرافات مبتلا شدن و سپس توسط نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مبارزه و جهادهای صورت گرفت و این بت‌ها از بیت الله حرام دور کرده شد. جناب مولانا، ما داشتیم در مورد مظاهر توحید در حج یا اینکه توحید در حج گفتیم که حج با توحید و توحید با حج مرتبط است، لازم و ملزوم هست. شما داشتین در مورد بزرگترین شعار حج که البته شعار توحید هم هست، تلبیه هست، در مورد تلبیه میگفتین. میشه برای ما بگین که تلبیه چی معنا داره و چی معانی توحیدی داره، چی دلالتی بر توحید و یکتاپرستی میکنه؟ همون گونه که قبلا هم عرض کردم خدمت شما و بینندگان عزیز، توحید اساس خلقت و آفرینش هست. یعنی هدف اصلی الله متعال از آفریدن آسمان و زمین و آفریدن موجودها اصل توحید و یکتاپرستی هست که این را الله متعال صراحتا اعلام فرمودند و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف خلقت و آفرینش به صورت کلی همان توحید و عبادت خالصانه الله متعال هست. درست. و برای تحقق بخشیدن این به اصطلاح هدف و عملی شدن این منظور الله متعال پیامبرانی رو ارسال کردند. در هر مکانی و در هر زمانی پیامبرانی رو مبعوث کردند و تمامی این انبیا و پیامبران الهی رسالت اصلیشون ابلاغ توحید بوده و موحد گردانیدن مردم بوده و مبارزه با نمادهای شرک و مشرکان بوده. الله متعال میفرماد و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. و پیام تمامی پیامبران این بوده، تمام پیامبرانی را که الله متعال میفرستاده این است که انه لا اله الا انا، غیر از من معبود دیگری نیست، غیر از الله متعال معبود دیگری نیست، پس فقط و فقط الله متعال را عبادت بکنید. تمامی اعمالی که به عنوان تقرب ما انجام میدهیم در دین اسلام یا ادیان دیگر به عنوان تقرب به الله بودند، در واقع یک نمادی از نمادهای توحید و تعبد الله متعال هستند، نمادی از یکتاپرستی هستند. از نماز و روزه و زکات و حج و بقیه اعمالی که به عنوان عبادت شمرده میشوند، اگر دقیق نگاه بکنیم تمام آنها نشانه بر توحید الله متعال و عبادت خالصانه الله
متعال، این که مالک و صاحب همه الله متعال هست، کسی که فقط اون باید اطاعت بشود الله متعال هست، کسی که تنها و تنها حق عبودیت را دارد فقط و فقط الله متعال هست. از تمامی عبادات و شعائر دینی هم در دین اسلام یا در ادیان قبل از اسلام این نقطه مشترک است و رسالت مشترک تمامی انبیاء الهی هست. در کنار عبادات دیگر، عبادت نماز و روزه و زکات و بقیه عباداتی که وجود دارند که دلالت بر شعار توحید دارند، در حج در واقع یک سری این شعارها چه بسا که پررنگتر باشه، عملیتر هست در شعار حج و در مناسک حج. به تعبیر دیگر خود حج از ابتداش تا انتهایش یک نوع در واقع تطبیق عملی درس توحید هست، همون درسی رو که ما فرا گرفتیم در راستای توحید الله متعال، عبادت خالصانه الله متعال در حج، در لحظه اعمالی که در حج انجام میدهیم و در نقطه سرزمین حج و به اصطلاح مشاعر که میرویم، این ندای توحید و این درس توحید رو در واقع ما داریم عملی میکنیم. قبلا عرض کردم که شعار حج که در واقع شعار توحیدی هست، همین جمله بسیار زیبایی هست که از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به امروز و قبل از ایشان مسلمانان و موحدان در واقع این رو ورد زبانشون بوده و با عشق و علاقه این جمله رو بر زبان می آوردند و زمزمه می کردند و چه بسا که همراه با این زمزمه این جمله اشک هم از چشمانشون در واقع جاری بوده و حالت درونی و معنوی که در این لحظات برای نخستین بار وقتی که انسان لبیک میگوید، اون احساس درونی رو که دارد قابل توصیف نیست، از بس که انسان سبک هست، سرحال و شاداب هست، انگار که در یک جهان دیگر هست و این تجربه رو و این حالت رو قبل از این انسان در واقع نمونش رو شاید در زندگی نداشته باشه. این جمله بسیار زیبایی هست که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. این ندای توحید و شعاری هست که حجاج اینو از زمانی که احرام میبندند و تا ایام حج اینو در واقع زمزمه میکنند. مانند خود خانه کعبه که متاسفانه به خاطر تسلط مشرکان و بعد عهد و زمانی که با انبیا و دعوتگران بوده تبدیل به اصطلاح بت‌ها رو در اون جا داده بودند و پیرامون خانه کعبه به جای اینکه نمادی از توحید باشه مردم در اونجا مرتکب شرک می‌شدند. حتی مشرکان اومدند همین ندای توحیدی رو اینم تحریف کردند، همون گونه که امروزه متاسفانه بسیاری از مسلمانان نداهای توحیدی رو باز هم تحریف کردند و مانند اذان یا موارد دیگری رو، اون چیزی رو که خواسته خودشون هست، اون چیزی که فکر میکنند که به نفع دین و مذهبشون هست، میشود که بهتر از این سوء استفاده کرد، اونان آوردن در شعائر دینی اونها رو در واقع اضافه کردند، احکامی رو اضافه کردند، جملاتی رو اضافه کردند. مشرکان مکه هم قبل از این مشرکان امروزی همین روند رو در پیش گرفته بودند، ندای توحید رو میگفتند، منتها یک جمله در واقع تحریف یافته ای رو که در کنار ندای توحید ندای شرک رو هم از اون میشود که فهمید. در واقع ندای توحید نبود و ندای شرک بود، اون چیزی که در زمان جاهلیت در واقع بر سر زبانها بود. لبیک جاهلیت با لبیک انبیا، با لبیک رسول الله، با لبیکی که امروزه ما میگیم کاملا متفاوت بود. لبیک اونها لبیکی برای الله متعال نبود، بلکه ندای شرک بود، یک لبیک و تلبیه تحریف شده بود. اونها میگفتند که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. این جمله رو اضافه کردن، الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. پروردگارا تو شریکی رو نداری به استثنای یک شریک که تو مالک اون شریک هستی و هرچی اون شریک دارد باز هم مال تو هست. یعنی به یک صورتی اومده بودند این بت‌های خودساخته رو که خودشون تراشیده بودند یا از جاهای دیگر خریده بودند آورده بودند یا سنگ‌هایی رو که به نظرشون زیبا بود اونها رو آورده بودند و تبدیل به معبود کرده بودند، در کنارشون مناسک انجام میدادند، شعائر دینیشون انجام میدادند، طواف میکردند، ذبح میکردند، از اونها طلب به اصطلاح مال و ولد میکردند، طلب شفا
میکردن، اینها رو آوردن در جمله توحیدی هم این تعریف رو انجام دادن و میگفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند انبیای گذشته که هر گونه تحریفی رو که در این قبل از پیامبر انجام شده بود می اومدند این تحریفات رو از بین می بردند و اصل توحید رو دوباره می آوردند و صاف و روشن به مردم معرفی می کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در کنار این که قبله رو پاک کردند از بت‌ها و اجازه ندادند که در کنار خانه کعبه، در داخل خانه کعبه ندای شرکی در واقع بلند بشود یا مردم عمل شرک آمیزی رو انجام بدند یا اساساً حتی مشرکی پیرامون خانه کعبه برود و طواف بکنند، اومدند ندای توحید رو رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلاح کردند. همان ندایی رو که در زمان انبیای گذشته و خصوصا حضرت ابراهیم علیه السلام بلند میشد، همان ندا رو رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره احیا کردند و اون به اصطلاح دعا و اون تلبیه و شعار همیشگی و جاودانی برای تمام مسلمانان و مؤمنانی هست که به سرزمین مکه و حج در واقع مشرف می شوند. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. الان این جمله واقعا یک جمله بسیار گرچه از نظر الفاظش فشرده هست و کوتاه هست، اما واقعا جمله پرمحتوایی هست که تمام معانی توحیدی رو ما در این در واقع جمله میتونیم که پیدا بکنیم، هم از بعد عبادت الله متعال توحید عبودیت رو، توحید الوهیت رو و در کنارش توحید ربوبیت الله متعال رو و همچنین توحید اسماء و صفات الله متعال رو در این جمله بسیار کوتاه ما سراغ داریم و این جمله نشانه تمامی انواع در واقع توحید هست. اولین جمله‌ای که در این به اصطلاح کلمه‌ای که در این جمله و هست و نام این جمله از این کلمه گرفته شده، همین که تلبیه یعنی لبیک گفتن. از این جمله اول کلمه اول که لبیک اللهم لبیک، این لبیک به معنی اجابت هست، یعنی گویا که الله متعال ما را صدا زدن و قطعا هم صدا زدن و این همان صدایی هست که الله متعال توسط حضرت ابراهیم علیه السلام اعلام کردن و اذن فی الناس بالحج که بیایید برای حج. ما الان میگیم لبیک یعنی اون ندایی رو که شما دادید، ما را صدا زدید. این لبیک پاسخی هست برای فراخوان الله و حضرت ابراهیم علیه السلام که در واقع ما را فراخواندند برای این که بیاییم در واقع این حج رو انجام بدیم. وقتی که ما میگیم که لبیک و ما یعنی به تعبیر به اصطلاح خودمانی عامیانه وقتی بگیم یک تعبیری تقریبا مساوی هست با جان گفتن. وقتی کسی شما را صدا میزند، اون فرد براتون خیلی عزیز هست، به جای اینکه بگی بله بفرما میگیم جان. این در واقع یک همچنین تعبیری هست. میشد که به جای لبیک کلمه دیگری رو ما به کار ببریم، اما لبیک بعد معنوی و بعد خودمونی بودن و معنویت خیلی زیادی رو در واقع میرساند و نشانه این است که پروردگاری که ما عبادتش میکنیم به اصطلاح صاحب کلامی هست، گفتاری داره، فراخوانی دارد و کلامی دارد که قابل شنیدن هست. ما صدای پروردگار رو شنیدیم و چون که شنیدیم الان میگیم لبیک و با این ندای لبیک ما در واقع این به اصطلاح سفر حج رو آغاز میکنیم. پس بنابراین اولین نقطه در لبیک این است که لبیک گفتن ما یعنی پاسخی هست به فراخوان و به ندای الهی که توسط حضرت ابراهیم علیه السلام برای ما شنیدیم و مقصودش ما بودیم که به ما برسد. و نقطه دوم این که همون گونه که اشاره کردم، این لبیک گفتن این در واقع نشانه محبت هست
کسی که با الله متعال محبت نداره، گفتم شما به کسی که دوستش دارید در جوابش میگید جانم یا کلمه جان رو میگید، اینم تقریبا این گونه هست. کسی که الله متعال را دوست دارد و محبت الله متعال در قلبش هست، این لبیک رو میگوید و این نشان محبت الله متعال در قلوب در واقع مؤمنان هست. و حتی این در معنی لغوی این کلمه هم که در واقع گفته شده، اینو از به اصطلاح محبت بعضی از علما در وقتی که اینو ریشه یابی میکنن، این میگه که از لب هست و در زبان عربی وقتی میگه که امرأتون لبتون، یعنی به اصطلاح محبتون لولدها، که وقتی که زنی که خیلی به اصطلاح فرزندش رو دوست داشته باشه میگه لبه هست، یعنی فرزندانش رو بسیار دوست دارد. و خود این هم از نظر ندا که دلالت بر محبت میکند و هم از نظر ریشه لغوی یکی از ریشه هایش دلالت بر محبت الله متعال میکند. درست. و نقطه دیگری که در این جمله وجود دارد، این به معنی این هست که پروردگار من همیشه، نه الان که میگویم لبیک، بلکه همیشه و در هر حال من مطیع فرمان تو هستم. زیرا که خود این لبیک و تلبیه گفتن از یک جهتی این دلالت بر به اصطلاح اقامت دارد، معنی اقامت رو میده، به این معنی که من بر اطاعت تو و بر انجام دستورات تو مقیم هستم، یعنی در هر حال من در حال آماده هستم و در حال انجام عبادت و حرف شنوی از الله متعال هستم. درست. و نقطه دیگری که باز هم در این تلبیه وجود داره این هست که این جمله لبیک اللهم لبیک دلالت بر خضوع و خشوع و فروتنی میکنه در مقابل الله متعال، که این هم باز هم یک ریشه مثلا لغوی داره در زبان عربی که ملب به معنی به اصطلاح خاضع هست، خشوع هست، یعنی وقتی انا ملب لک، یعنی من تحت فرمان تو هستم، من در مقابل دستور تو خاشع و فروتن هستم. پس بنابراین خود این وقتی ما میگیم لبیک اللهم لبیک، یعنی ما اعلام میکنیم که پروردگارا تمامی دستورات تو بر من جاری هست و من مطیع تمامی دستورات تو هستم، دلالت بر خشوع و خضوع در مقابل دستور الله متعال داره. درست. و باز هم دلالت داره بر اصل توحید که همان اخلاص هست. اخلاص یعنی یکتاپرستی و این که در عبادت ما فقط و فقط منظور ما و کسی که عبادت رو برای اون انجام میدهیم صرفا الله متعال هست، کسی دیگر در این زمینه با الله متعال شریک نیست. یعنی ما به منظوری دیگر غیر از این که الله متعال رو عبادت بکنیم و دستورش رو انجام بدهیم این عمل رو انجام ندادیم، عملی که واقعا خالصانه باشه برای الله متعال. خود این تلبیه گفتن که وقتی که اینو از ماده و اصل ریشه لب حساب بکنیم که لب به معنی مغز هست، به معنی مغز وقتی که باشه یعنی به معنی خالص بودن هست. پس بنابراین خود این تلبیه دلالت بر اخلاص داره که من این عمل رو وقتی که انجام میدهم خالصانه برای تو انجام میدهم، من در مقابل کسی دیگر به این گونه با این خشوع و با این فروتنی و با این سرعت عمل و با این استقامت و مداومت به کسی لبیک نمیگویم. کسی که من در برابرش لبیک میگویم با دل و جانم، با خلوص از ته قلبم، اون فقط و فقط پروردگار من و الله متعال هست. و عرض کردم که این لبیک گفتن دلالت بر تمام انواع در واقع توحید دارد که وقتی که ما میگیم لبیک اللهم لبیک، وقتی میگیم لبیک اللهم، اصل اله به معنی معبود هست، اصل اله به معنی معبود هست، یعنی جانم به فدایت ای معبود من، لبیک ای معبود من. پس بنابراین دلالت بر توحید الوهیت میگوید. غیر از این که در ادامه این جمله لبیک لا شریک لک نفی شرک میکنیم از الله متعال. نفی شرک از الله متعال بازم برمیگرده به همون توحید الوهیت الله متعال، یعنی در کنار الله متعال من کسی دیگر را به هیچ عنوان نمیپرستم. آن کسی که لیاقت پرستش را دارد، لیاقت خشوع و خضوع مرا دارد، صرفا
صرفاً و فقط الله در واقع متعال هست. پس بنابراین این جمله لبیک اللهم لبیک این دلالت بر توحید الوهیت دارد و همچنین دلالت بر توحید در واقع ربوبیت هم دارد که اشاره میکنیم که ان الحمد و النعمت لک و الملک. این نعمت دادن و این مالکیت این توحید ربوبیت الله متعال است. آن کسی که رازق ما هست، آن کسی که مالک ما هست، آن کسی که مدیر و مدبر ما هست، هر چه در دنیا اتفاق میافتد بر اساس خاص و اراده او هست. این در واقع همون توحید ربوبیت و اصل و محتوا و جان توحید ربوبیت هست. و از یک جنبه دیگر این دلالت بر توحید اسماء و صفات هم دارد. قبلا هم عرض کردم وقتی ما میگیم لبیک اللهم لبیک یعنی کسی این که ما را صدا زده. تا زمانی کسی شما را صدا نزده باشه شما لبیک نمیگویید. زمانی لبیک میگویید که به شما را صدا زده باشن. پس بنابراین الله متعال ما را صدا زده. ما نمیگیم لبیک یا ابراهیم، زیرا که ابراهیم صاحب این ندا نبوده. این ندا مبلغ ندا بوده. لبیک اللهم، ما الله متعال در واقع داریم جواب میدیم. پس بنابراین الله و معبودی که ما داریم گویا هست، یعنی گفتار داره، کلام دارد و این صفت کلام یکی از صفات الله متعال هست. و همچنین وقتی ما میگیم لبیک اینو به چه کسی میگن؟ به کسی ما لبیک میگیم که هم سخن میگوید و هم سخن ما رو میشنود. پس بنابراین ما اعتراف کردیم که پروردگار ما یک ذات در واقع سمیع هست. این توحید اسما و صفات. پس بنابراین این جمله لبیک اللهم لبیک این خودش دلالت بر توحید الوهیت هم دارد، دلالت بر توحید ربوبیت دارد و دلالت بر توحید اسما و صفات دارد. یعنی جان توحید و تمام معانی توحید رو در واقع در این جمله آوردیم و جمع کرده. و یکی از معانی دیگری که بسیار زیبا هست این است که با این جمله انسان احساس تقرب می کند به الله متعال. وقتی که ما میگیم که لبیک یعنی خود گذشته از این که از نظر روحی و معنوی ما احساس میکنیم که همان گونه که از نظر مکانی و زمانی ما داریم به مکه مکرمه و بیت الله و کعبه نزدیکتر میشویم، از نظر روحی و روانی هم در واقع داریم به الله متعال نزدیک میشویم. زیرا که الله متعال ما را صدا زده که بیایید. الان ما داریم بر اساس همان ندای الله متعال به جایی که با ما وعده گذاشته در واقع ما میرویم که بعدا میرسیم که الله متعال در روز به اصطلاح عرفه نزول بلا کیفی دارند، آنگونه که شایسته مقام الوهیت و ربوبیت الله متعال هست. غیر از این از جنبه خود لغوی هم که نگاه بکنیم، از الباب اگر بگیریم ماده این لبیک رو از کلمه الباب به معنی تقرب هست. خود لبیک گفتن در یک از ریشه های لغویش معنیش این است که پروردگارا من به تو نزدیک میشم، من قرب تو را حاصل میکنم. پس بنابراین همان گونه که با لبیک گویان ما به طرف خانه کعبه میرویم، از نظر جسمی به کعبه نزدیکتر میشویم، از نظر مکانی و از نظر زمانی نزدیکتر میشویم، از نظر معنوی هم ما در واقع به صاحب خانه و به الله متعال در واقع ما نزدیکتر میشویم. درست. و یک جمله‌ای که به اصطلاح یکی از معانی لبیک یا یکی از فلسفه های لبیک، این لبیک گفتن در زمان حج دقیقاً مانند تکبیر گفتن در هنگام نماز هست. لبیک گفتن در مناسک حج و در حج دقیقاً همان فلسفه‌ای رو دارد که تکبیر گفتن در نماز دارد. ما نماز رو با تکبیر شروع می‌کنیم، حج رو با تلبیه شروع می‌کنیم. این وقتی ما میخوایم نماز بخوانیم اولین جمله‌ای که ما میگیم الله اکبر. وقتی که حج رو شروع میکنیم اولین جمله‌ای که ما بر زبان میآوریم همین لبیک اللهم لبیک. و در هنگام نماز ما هر عملی رو که انجام میدیم با تکبیر انجام میدیم. یعنی نقل و انتقال هایی رو که ما در نماز انجام میدهیم، وقتی که به رکوع میرویم، وقتی که به سجده میرویم، وقتی که از سجده بلند میشویم، یعنی از هر حالتی به حالت دیگر وقتی که منتقل میشویم این با تکبیر هست. یعنی اعلام این که ما از یک حرکت و از یک رکنی به رکن دیگر در واقع منتقل شدیم. در حج هم در واقع این گونه هست که وقتی که از یک رکنی به رکن دیگر در واقع منتقل میشوند،
اینو با لبیک گفتن در واقع اینو شروع میکنن. به طور مثال وقتی که احرام میبندند، از لحظه این که لباس به اصطلاح معمول و دوخته شده رو که لباس به اصطلاح که به اندازه تن انسان هست اون بیرون میکنند و لباس سفید و یک رنگی رو میپوشند، تلبیه میگن. سنت هست که تلبیه رو آغاز بکنند در مسیر راه، در بلندی های راه، در فراز و نشیبه های راه، در تغییر احوال در مسیر راه. بادی میآید، گرم میشود، سرد میشود، به اصطلاح از بلند شدید، نشستید، از اتوبوس یا سواریتون پیاده شدید، سوار شدید، تمام این تغییر احوالی هم که هست این باید لبیک بگویید و خود این تلبیه شروع می شود تا زمانی که انسان میرسد به خانه کعبه و در اونجا در واقع طواف رو انجام میدهد. وقتی که طواف رو شروع کرد و در اونجا تلبیه کردن در واقع این رو قطع میکنه، متوقف میشه. مثل اینکه ما وقتی که نماز رو شروع میکنیم تکبیر میگیم و بعد از این که مشغول رکن دیگر میشیم، قرائت فاتحه است، این تکبیر گفتن در واقع تمام میشود و بعد از این تا رکن دوم رو که بخوایم انجام بدیم دوباره این رو به اصطلاح تکبیر میگیم و بعد از این که عمره رو تمام کردیم دوباره اگر احرام میپوشیم میریم به طرف منی، دوباره تلبیه گویان میریم. وقتی که میریم به عرفه تا وقتی که به عرفه برسیم تلبیه گویان اونجا میریم تا وقتی که به عرفه رسیدن. از عرفه که بازگشتیم در مسیر راه تلبیه میگیم تا یعنی مزدلفه و در تمامی این نقل و انتقالاتی که در واقع هست ما این تلبیه رو در واقع داریم. این نشان این هست که تلبیه گفتن در حج مساوی با تکبیر گفتن در نماز هست و همون گونه که به اصطلاح در مورد نماز ما داریم که تحریم و حد تکبیر، تحریمه نماز تکبیر هست، تحریمه به اصطلاح حج همون تلبیه هست که در واقع به اصطلاح ما این رو با تلبیه شروع میکنیم. از این جهت در واقع با هم دیگر بعد از اینکه تلبیه را گفتیم در حج تلبیه آغاز شد، محرمات و محظورات حج آغاز میشه. اصلش همون نیت هست، اصلش همون نیت هست. منتها همراه با نیت یا بعد از نیت اولین چیزی که ما بر زبان میآوریم مانند نماز هست. در هیچ عبادتی تلفظ نیت مشروع نیست، حتی در حج. حتی در حج هم یعنی اصل این است که عبادت باید در قلب باشه. نیت کار قلب هست. بعد از اینکه ما نیت کردیم در نماز با تکبیر اینو شروع میکنیم نماز را و بعد از اینکه ما نیت حج کردیم اولین جمله‌ای که بعد از نیت کردن ما بر زبان میآوریم همین تلبیه گفتن هست. و همچنین این به اصطلاح تلبیه و این به اصطلاح شعار تلبیه این مفتاح به اصطلاح و کلید بهشت هست. با همین توحیدی که در این تلبیه نهفته که ما گواهی میدیم که لبیک لا شریک لک لبیک، این مفتاح و کلید جنت هست. یعنی چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه، کسی که لا اله الا الله رو خالصانه از قلبش بگوید وارد بهشت می شود. یعنی این که مرتکب شرک نشود و در این تلبیه ما شرک رو در واقع نفی میکنیم از الله متعال. یعنی همان کلید و مفتاح به اصطلاح بهشت رو ما در واقع داریم که به اصطلاح تکرار میکنیم در اینجا. و نقطه دیگری که تلبیه چیزی مونده، بله مطالب زیاد هست اما یکی دو نقطه دیگر رو عرض میکنم خدمت شما. بحث حمد رو که ما در تلبیه داریم، ان الحمد و النعمت لک. این حمد واقعا یک به اصطلاح یک جمله بسیار زیبایی هست که ما نماز رو یعنی ارکان نماز رو با این آغاز میکنیم. بعد از اینکه تکبیر گفتیم اولین جمله رو که ما میگوییم همون الحمدلله رب العالمین هست که در واقع این رو شروع میکنیم. این آغاز به اصطلاح نماز هست، همان گونه که در نماز آغازش با الحمدلله رب العالمین هست و خاتمه نماز هم با حمد الله متعال و رحمت الله متعال هست. این در واقع در تلبیه هم این حمد الله متعال بارز هست. این نقطه رو در اینجا به اصطلاح الله متعال تدوین کرده این جمله رو برای ما، زیرا که در روایت دیگر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت حضرت
عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگویند که این ایام عزیزترین ایام و عظیمترین ایام نزد الله متعال هست. این دهه اول ذوالحجه هست. فاکثروا فیهن من التکبیر و التهلیل و التحمید، که زیاد شما تکبیر و لا اله الا الله، الله اکبر گفتن، لا اله الا الله و الحمدلله را در این روزها شما در واقع زیاد تکرار بکنید. غیر از این که ما در اذکار دیگر این اذکار رو تکرار میکنیم، الله اکبر، الحمدلله، لا اله الا الله، الحمدلله، اما در خود شعار حج هم الله متعال این رو گنجانده که ما در واقع تحمید الله متعال رو بیشتر در واقع ذکر بکنیم و سپاسگوی الله متعال باشیم. و غیر از این آن چیزی که از جانب الله متعال به ما میرسد نعمت‌های الله متعال هست. تمامی نعمت‌ها، خود همین حجی رو که ما آغازش کردیم این هم جز نعمت‌های معنوی الله متعال هست. و خود همین سواری رو که ما سواریم به مکه میرویم و از شهر خودمون تا مکه مکرمه میرسیم و تمام این مالی رو که ما مصرف کردیم در این زمینه اومدیم، مال حلالی رو که الله متعال به ما عنایت کرده، اینها مال الله متعال هست. منتی بر الله متعال نیست. وقتی که ما تلبیه میکنیم این جمله رو تکرار میکنیم، ان الحمد و النعمت لک و الملک، ستایش از آن تو هست. این نعمت هایی که ما داریم و این نعمت های مادی و معنوی که ما داریم و ملک و پادشاهی همه از آن تو هست و برای تو هست. و به صورت کلی در حج انسان مؤمن و متعهد در واقع اعتراف میکند هم به توحید الله متعال، توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات، هم اعتراف میکند به تمامی نعمت هایی که الله متعال به انسان داده و هم اعتراف میکند به این که ما بنده خاضع و فروتن و به اصطلاح محل اجرای احکام الهی هستیم. این هرچی الله متعال حکم بکند ما بدون چون و چرا اجرا میکنیم و خواست و اراده الله متعال در واقع اجرا میشود. و به صورت کلی تلبیه گفتن، لا اله الا لبیک لا شریک لک گفتن، این در واقع ردی هست بر تمام ادعاهای مشرکان در طول تاریخ، ردی هست و جواب کوبنده‌ای هست به تمامی نداهای شرک آمیز در طول تاریخ. تفاوتی نداره که این نداها در بعد توحید ربوبیت باشه یا الوهیت باشه یا اسماء و صفات باشه. این تلبیه گفتن در واقع یک جمله کوتاه و پرمحتوا و پاسخ تمام ادعاها و نعره‌ها و نداهای باطلی هست که در راستای شرک و شریک گردانیدن کسی با الله متعال در طول تاریخ بلند شده. تشکر، سلامت باشید. اگر این نداهای شرکی همکنون در این دهه ذوالحجه، در ایام حج، در خلال مناسک، در جایی که مسلمان ها وقتی که از یک حالت به حالت دیگر منتقل می شوند ندای توحیدی یا همین شعار حج که لبیک را سر می دهند، اما تعداد بیاین غیر از این تلبیه، همون تلبیه که شما گفتین خودشان تحریف کردن یا ساختن یا اضافه کردن، او را اگر سر بتن واقعا زیان بزرگی نیست؟ دیگه موحدین واقعی پیرو موحدین هستند، پیرو امام الموحدین هستند. همون تلبیه رو میگویند، همون ندایی رو سر میدهند که حضرت ابراهیم علیه السلام و انبیاء الهی و سرورمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر دادند و این شعار را اعلام کردند. موحدین واقعی پیرو این موحدین واقعی هستند، پیرو انبیاء الهی هستند. اما کسانی که بخواند که در کنار حج غیر الله را صدا بزنند، اونا در واقع سلفشون همان کفار مشرکان مکه هستند که میگفتند که الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. همون گونه که مشرکان در کنار خانه کعبه غیر الله را صدا میزدند و مرتکب شرک میشدند، امروزه پیروان آن مشرکان هم در کنار خانه کعبه چه بسا که ندای شرک آمیزی را یا ندای غیر الله را در اونجا هم سر میدن. تشکر، سلامت باشید. جناب مولانا صاحب اجازه بدین بریم به سراغ میان برنامه کوتاه، بگردیم باز با توحید در مراسم بعدی حج. بعد از تلبیه هم حتما توحیدی هست، گرچه این تلبیه گفتیم در کل حج، در تنقلات از یک حالت به حالت، از یک رکن به رکن دیگر وجود داره. تلبیه که تا آخر است. غیر از تلبیه دیگر مظاهری هم توحید در حج دارد یا خیر؟ بعد از یک میان برنامه میبینیم ان شاء الله. بنده‌های عزیز، میان برنامه کوتاه رو میگیریم و برمیگردیم. با ما باشید.
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين هنا بيت ربي بخير البقاع هنا الروح تسمو بخفض الجبين بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام وأنت الأمين ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين أما تذكرين اجتماع القلوب بساحيك يا فرحة المؤمنين أما تذكرين دموع السرور بنصر عظيم وفتح مبين أذان بلال يشق السكون يهب على الروح كالياسمين وتكبيره إذ علاك حداها يردده الكون في كل حين ألا فاعلمي أن قلبي سرى إليك فضميه ضم الحنون وكوني له صدر أم رؤوم تجدد فيه التقى واليقين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين لبيك وحدت القلوب لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب لبيك لبيك جئنا محرمين لبيك من كل البقاع لبيك يحملنا الحنين لبيك يا الله والشوق دوما ابتسام لبيك يا با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع ما هست حج محراب توحید. جناب مولانا
در مورد تلبیه صحبت تفصیلی کردین که واقعا شعار حج هست و در این حال شعار کاملا توحیدی که تمام انواع توحید را در بر گرفته است. علاوه از این شعار، مناسک دیگه حج مثل طواف است، سعی بین صفا و مروه است، رفتن به منی، رفتن به مزدلفه، به عرفات، ایام تشریق، قربانی در روز عید، اینها هم ارتباط با توحید و یکتاپرستی یا درس در باب توحید دارند؟ اجازه بدید که دوباره بازگردیم از اول تلبیه؟ نه، از تلبیه که گذشتیم اشاره خواهیم کرد. درست. به تلبیه هم منتها از اصل حج رو، فلسفه حج رو که برای کی حج میکنه. الله متعال میفرمه و اتم الحج والعمره لله. همان گونه که نماز و بقیه عبادت ها همشون برای الله متعال هست، حج هم این ویژگی رو داره که برای الله متعال هست. و اتم الحج والعمره لله، که اینها رو برای الله متعال در واقع شما باید انجام بدید. یعنی این که حجی برای غیر الله و برای غیر خانه الله وجود نداره. این معنیش توحید هست، یعنی توحید مقصد. درست. ما مقصدی برای حج غیر از خانه کعبه نداریم. شما نمیتونید به قبر فلان امام و امامزاده حج بروید، زیرا که حج شعار توحیده و حق اختصاصی الله متعال هست و خانه کعبه هست. به جای دیگر شما نمیتوانید حج برید. یعنی در حج مقصد موحد هست. یک مقصد داریم در حج، و حجی که مقصدش غیر از کعبه باشد ما حج دیگری رو نداریم. حج وقتی که ما میگیم فقط و فقط یعنی این که مقصد تمام حجاج خانه کعبه هست. هر گونه حجی که باشد، انواع حجی که هست، غیر از این اجتماع دیگری که عبادت باشد، مردم به جای دیگر تجمع بکنند، حج بکنند، لبیک گویان به اون طرف برند و این مناسک حج رو در اونجا انجام بدهند، چون این چیزی رو ما نداریم. پس بنابراین در حج اولین چیزی که مهم هست این است که نیت خالصانه باشد. حج برای الله متعال باشد، هم توحید در نیت باشد و هم توحید در مقصد. مقصد ما باید کعبه باشه. تمام حجاج مقصدشون کعبه هست. این توحید در مقصد هست. درست. توحید در نیت و اتم الحج والعمره لله. تمام باید این عبادت رو صرفاً برای الله متعال انجام بدن. اگر بالفرض کسی این عبادت رو انجام بده اما توحید در مقصد یا توحید در نیت رو نداشته باشه، در هر دو صورت عبادتش باطل هست، حج رو انجام نداده. به جای این که به مکه برود، فرض کنیم که برود بیت المقدس حج بکند یا برود نمیدونم نجف و کربلا حج بکند، حج رو انجام نداده. عبادتی رو که قابل ثواب باشه، تقرب به الله متعال باشه انجام نداده. حج رو توحید در مقصد رو داشته اما توحید در نیت رو نداشته، باز هم عبادتش اعتباری رو نداره. که الله متعال میفرماد انا اغنى الشرکاء عن الشرک، من از شرک غنی‌ترم از تمام شرکا. نیازی به هیچ گونه شریکی ندارن در این زمینه. و هر کسی هم که فمن اشرک معی غیری ترکته و شرکه، هر کسی که در عبادتی غیر مرا با من شریک بکند من رهایش میکنم، خودش رو با عبادتش، خودش داند و عبادتش، یعنی عبادتی رو انجام نداده. اگر کسی حج بکند به خاطر اینکه مردم به من بگویند که حاجی هست، اگر کسی حج بکند به خاطر اینکه برای در مکه نمیدونم که برای تجارت برود یا برای سیاحت برود، این دیگه حجی نیست. حتما باید توحید هم در مقصد باشد و هم توحید در نیت باشد. بعد از این حتی توحید در مظهر هم در اینجا مهم هست. یعنی چی؟ توحید در ظاهر، توحید در لباس. یعنی این که پوشیدن لباس معمولی جزء محرمات احرام هست. در هنگام حج و در هنگام احرام کسی حق ندارد که لباس عادی را که لباس زینت هست، لباس تفاخر هست، لباس دوخته شده هست، لباسی هست که آرایش دارد، به آن افتخار می کند، این لباس رو حق نداری که در حج بپوشی. لباس دلخواه خودش اینجا برای تظاهر نیومدی، اینجا ظاهرت باید با تمام ظواهر دیگر، حجاج دیگر باید یکی باشه. به خاطر این است که در هنگام احرام اولین کاری که انسان انجام میدهد این است که خودش اون لباس اصلی خودش رو باید از تن خودش بیرون بیاورد. اینم توحید در عمل هست، یعنی عملی رو که همه حجاج باید انجام بدن. هیچ حاجی
مستثنا ولو این که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، امام و امامزاده باشد، ولی از اولیاء الله باشد، باید این کار رو انجام بده. حق نداره که با اون لباس عادی وارد مناسک حج بشه، حتما باید احرام بپوشه. و اینه که به اصطلاح اشاره خیلی ظریفی هست به روز قیامت، وقتی که انسان امروز خودش لباس خودش رو در میاره و غسل میکند با اختیار خودش و خودش با اختیار خودش میره و لباس سفید میپوشند، یک روزی میاد که دیگران لباس رو از تن انسان بیرون میکنن، دیگران انسان رو غسل میدن، دیگران این لباس سفید رو بر تن انسان میکنن. یعنی انسان با این احرام و با این به اصطلاح ظاهر واحدی که انتخاب میکند خودش را به یاد آخرت به اصطلاح میاندازه. گرچه خود این مثلا مزدلفه و عرفات و منا و تمام این ازدحامی که در اونجا هستیم و این نشانی از محشر هست و حشر مردم با این جمعیت بسیار بزرگ در واقع هست. پس بنابراین تمام باید با مظهری واحد، توحید در مظهر، با ظاهری واحد باید این مناسک رو در واقع انجام بدهند و تمام اونها باید با جمله واحدی، همون گونه که در نماز تمامی مسلمانان بلا استثناء نمازشون رو با الله اکبر شروع میگویند، گفتار واحد هم باید در حج مراعات بشه. تمام مسلمانان این جمله رو باید بگن: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. الان امیر باشه، وزیر باشه، مأمور باشه، غنی باشه، فقیر باشه، امام باشه، پیامبر باشه، فرد عادی باشه، هم از نظر لباس باید مثل بقیه باشه و هم از نظر گفتار و هم از نظر اعمالی که انجام میدهد. هیچ گونه استثنایی برای افراد در اینجا وجود نداره، مگر در مواردی که استثناءاتی برای اهل اعذار وجود داره، برای کسانی که معذور هستند، بیمار هستند، یک عذر شرعی دارند، اون یک بحث کاملا جداگانه هست. اما کسانی که سالم هستند باید دقیقاً همشون این اعمال رو باید انجام بدن. و یکی از مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که در ایام این دهه انجام بدید، ذکر الله متعال هست: اکثروا فیهن من التکبیر و التهلیل و التحمید. و الله متعال این ذکر را در ایام حج یعنی تأکید بیشتری داده. این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همه هست، برای کسانی که در حج هستند یا در غیر حج هستند، حاجی و غیر حاجی. از نظر شرعی سنت هست که تکبیر بگویند که الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. اینو همیشه زمزمه بکنند، چه تکبیر مطلق باشه، تکبیر مقیدی که از روز نهم در واقع آغاز می شود. اما حاجی رو رسول الله متعال دستور داده که بیشتر از دیگران در واقع ذکر بکنند، در همین ایام حج ذکر بکنند. ذکر گفتن چی هست؟ ذکر خودش نشانه توحید هست. در ذکر مثلا ما چی میگیم؟ محبوب ترین ذکر لا اله الا الله هست، الله اکبر هست، الحمدلله هست، سبحان الله هست. آن کسی که باید اعلام بکنید که از همه بزرگتر است، آن کسی که اعلام بکنید که از همه پاکتر هست، آن کسی که اعلام بکنید که شما سپاسگزار و ممنونش هستی، آن کسی که اعلام بکنید که اله و معبود یگانه هست. معانی ذکر همین هست، یعنی تمام اذکار نمادی از توحید الله متعال هستند. الله متعال به حاجی در جای جای این مناسک دستور میدهد که شما الله متعال را ذکر بکنید. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. از عرفات که برگشتید به مزدلفه، الله متعال را در واقع ذکر بکنید. فاذا خذيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا. وقتی که مناسک را تمام کردی، همان گونه که در زمان جاهلیت از آبا و اجدادتون یاد می‌کردید، الله متعال را یاد بکنید. واذكروا الله فی ایام معدودات، در این ایام معدودات الله متعال شما ذکر بکنید. پس بنابراین هم در رفتار و در عمل و هم در گفتار باید به اصطلاح نمادهای و شعارهای توحید باید در زبان مراعات بشه و بر سر زبان ما باید باشه. غیر از این هست مثلا حتی در طواف در خانه کعبه و سعی بین صفا و مروه، با توجه به اون معانی روحانی و معنوی که در اینها در واقع نهفته شده و همچنین صفا و مروه، رمی جمرات و تمام اینها هدف اصلیشون ذکر الله متعال است. گذشته از این که در کنار این و همراه با انجام دادن این اعمال ما الله متعال رو ذکر میکنیم.
و در هنگام طواف را با الله اکبر شروع میکنیم. وقتی که استلام حجر میکنیم الله اکبر میگوییم و در هنگام طواف بازم ذکر الله متعال که هر کسی میخواد ذکر بکند، میخواد قرآن بخواند و این اجازه رو در واقع دارد. و در هنگام رفتن بر روی کوه صفا به اصطلاح ذکر الله متعال هست و معروف ترین ذکر که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی کوه صفا به اصطلاح یا کوه مروه میگفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. و در هنگام رمی جمرات که با هر به اصطلاح جمره که به اصطلاح میزنیم و هر سنگی رو که میزنیم تکبیر میگیم، تمام اینها در واقع نماد توحید و شعار توحید است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه والرمي الجمار لاقامه ذکر الله، که تمامی اینها طواف هست، صفا بین سعی بین صفا و مروه هست، رمی جمرات است، تمام اینها در واقع نمادی برای اقامه ذکر الله متعال است. گذشته از این که خود طواف یا خود سعی یا خود رمی جمرات خودش ذکر الله متعال شمرده میشه، از زیرا که الله دستور داده، در کنار این هم با زبان هم ما در واقع الله متعال در واقع داریم ذکر میکنیم. و حتی خود صفا و مروه رو وقتی که ما نگاه میکنیم این خودش نشانه بزرگترین نشانه توحید هست. ما نمیدونیم که چرا باید از صفا تا مروه برویم، از مروه تا صفا بیاییم، در یک قسمتش باید با سرعت بدویم و رد بشویم، 7 مرتبه این عمل رو انجام بده. این فلسفهش رو الله متعال میداند. یک سری چیزهایی رو ما میدونیم، فلسفه هایی رو که در آیات اومده، در روایات اومده، اما اصل هدف رو الله متعال بهتر میدونن. انسان مسلمان در مقابل دستور الله متعال بدون اینکه علت رو بفهمه، بدون اینکه مقصد حقیقی رو بفهمه که چرا باید این کار رو انجام بدن، چون که الله متعال دستور داده پس بنابراین من انجام میدم. اما غیر از الله و رسول هر کسی که به ما یک کاری رو بگه انجام بده، ما میدونیم بگیم چرا دارد، اما حکم الله و رسول چرا ندارد. و حضرت امام مالک رحمت الله علیه مقوله مشکوری رو دارند که کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر، یعنی غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبل از آن الله متعال آیات قرآن کریم هست. ما میگیم چرا باید این کار رو انجام بدیم، اینو قبول دارم اونو قبول ندارم، اما وقتی که دستور الله و رسول باشه اطاعت محض در واقع هست. درست. وقتی که میریم به عرفات، اون دیگه خودش یک محشر به اصطلاح جداگانه هست و یک نمادی از توحید هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند که افضل الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه هست، بهترین دعا دعای روز عرفه هست. و افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. یعنی بهترین حرفی که من زدم و پیامبران قبل از من زدن همین جمله بوده که لا اله الا الله وحده لا شریک له. و بنابر روایتی که در مسند امام احمد رحمت الله علیه اومده این است که بیشترین دعایی و زمزمه رسول الله صلی الله علیه وسلم در عرفه همین جمله بودند. خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، بهترین جمله‌ای که من و پیامبران قبل از من گفتند همین جمله بوده لا اله الا الله وحده لا شریک له، که قبلا عرض کردم هم در سر کوه صفا وقتی که بالا برای این سنت هست که انسان اینو بگوید، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، هم بر روی کوه به اصطلاح مروه و در مسیر راه هم این رو بگوید و در عرفات و در عرفه روز نهم هم این رو تکرار بکنند. امام احمد رحمت الله علیه میفرماند که بیشترین دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عرفه همین بوده که میفرمودن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. در ایام تشریق کاری رو که انجام میدن حجاج این است که میروند رمی جمرات میکنن. در رمی جمرات هم وقتی که انجام میدهند واذکر الله فی ایام معدودات، غیر از ذکری که در اوقات دیگر انجام میدهند، در هنگام رمی جمار هم در واقع الله اکبر هست، یعنی ندای توحید که معروف ترین ندای توحید الله اکبر و لا اله الا الله هستند. و به صورت کلی در تمام ایام حج به صورت کلی از روز 8 که شروع می شود تا روز 13 که تمام
می شود و الله متعال دستور داده و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. به خاطر نعمت هایی که الله متعال به شما عنایت فرموده، نعمت های ظاهری و نعمت های باطنی، باید ما الله متعال را ذکر بکنیم. و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده نشدن در ایام حج و در این ایام معلومات مگر این که یا مشغول تکبیر بودند یا مشغول لا اله الا الله گفتن بودند یا مشغول تلبیه گفتن بودند، لبیک لبیک اللهم لا شریک لک. یعنی در تمام احوالشون اینا در تمام این مناسک و ایام حج در واقع این رو تکرار میکردن. بعد از این میرسیم به یوم نحر و به اصطلاح ذبح کردن به اصطلاح قربانی ها و یا قربانی که بقیه قربانی میکنند یا هدیی که حجاج در واقع ذبح میکنند. تمام اینها در واقع بر اساس تقوای الهی و بر اساس توحید هست که خالصانه باید برای الله متعال در واقع انجام بشه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم، که این گوشت و پوست حیوان که به الله متعال نمیرسه اینو خود شما دارید استفاده میکنید، بلکه آن چیزی که به الله متعال میرسد همان تقوایی هست و همان اخلاصی هست و همان احساس اطاعت و بندگی هست که شما در قلب خودتون در واقع دارید. و الله متعال میفرماید کذالک سخرها لكم لتکبروا الله علی ما هداکم. این انعام را، این چارپایان را، این قربانی ها را الله متعال برای شما مسخر کرده تا اینکه شما الله متعال را بزرگ بدانید، بزرگ بشمارید، تکبیر بگویید، الله اکبر در واقع بگویید. به صورت کلی تمامی اعمال حج رو از ابتدایش تا انتهایش، تمامی جملاتی گفته میشه، تمامی اذکاری که در این میان گفته میشه، دعاهایی که در ایام حج هست، اعمالی که در ایام حج انجام داده میشود، تمامی اینها در واقع نشانه توحید هست و توحید فقط و فقط نشانه و راه رستگاری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که لا يدخل الجنة مشرک، کسی که مشرک باشه وارد بهشت در واقع نمیشه. یا من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، اون کسی که خالصانه لا اله الا الله بگه وارد بهشت میشه. الان این حاجی که اومده یا بقیه کسانی که نیومدند و تکبیر گویان بودند و شعار تکبیر رو ورد زبانشون بوده، خب اینا موحد بودند. از احرام پوشیدن با توحید هست، اصل نیت حج همراه با توحید هست، رفتن به یک مکان موحد هست و تمامی گفتارشون گفتار توحید هست، اعمالشون اعمال توحید هست و در درونشون در قلبشون اینها توحید دارن. نهایتا وقتی که ما میرسیم به روز عرفه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الحج عرفه، در اینجا در واقع نتیجه توحید اینجا نمایان می شود، نتیجه اخلاص و تقرب به الله متعال، نتیجه نفی شرک و بیزاری از شرک را، براءت از شرک و مشرکان در این روز در واقع مشخص می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. در هیچ روزی از روزهای دنیا الله متعال انسانهای زیادی را مانند روز عرفه از جهنم نجات نمیدهد. تمام اینا موحد بودند، لبیک گفتند، با ندای توحید اومدند و نهایت موحد و موحدان در واقع خلاصی از آتش جهنم هست. به خاطر این است که در این روز الله متعال از هر روزی از روزهای سال بیشتر در واقع انسانهای موحد رو از جهنم نجات میدهد و به بهشت اونها رو رقم میزند که اینها در واقع بهشتی هستند. حتی در ادامه این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و انه لیدنو ثم یباهی بهم، الله متعال نزدیک میشود به بندگانش، نزول میکند از عرش خودش و نزولی که شایسته ذات الله متعال باشه در روز عرفه و نزدیک می شود به حجاجی که در عرفه هستند و ثم یباهی بهم الملائکه و افتخار می کند با این بندگان در جلوی فرشتگان. یعنی به فرشتگان میگه ببینید این بندگان موحد مرا که کاری رو که من گفتن چگونه مرتب با نظم و با توحید و یکتاپرستی دارن انجام میدهند. اینا همون بندگانی هستند که شما میگفتید که اگر آدمی رو
خلق بکنی بر روی دین، بر روی زمین میاد فساد و قتل و به اصطلاح خونریزی رو به راه میاندازد. ببینید اینا همون بندگان من هستند که قابل افتخار هستن. واقعا هم توحید قابل افتخار هست برای موحدان و هم موحدان رو هم که الله متعال این جایگاه رو داده که الله متعال در پیشگاه الله متعال در واقع در پیشگاه فرشتگان الله متعال هم افتخار میکند به این موحدانی که بر اساس ندای ابراهیم حرکت کردند و لبیک گویان این مشاعر و اعمال حج رو انجام میدن. تشکر. سلامت باشید جناب مولانا. از خلال صحبت هایتان تنقلاتی که حجاج دارن از یک رکن به رکن دیگر در هر کدامش از کار معینی بوده، از کار مشخصی بوده. در طواف را با ذکر الله شروع میکنن، به صفا میروند با ذکر الله، به مروه میروند با ذکر الله و در تمامی این اذکار گفتن توحید الله نهفته است. تمامی این اذکار دارای توحید الله متعال است که الله اکبر باشد، تهلیل باشد، تحمید باشد، هر چه که باشه. در روز عرفه بر علاوه این که ذکر میکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که خیر ما قلته و قال النبیون من قبل لا اله الا الله وحده لا شریک له الی آخرش. دیگه چه چیزی در عرفات هست که نمایانگر توحید هست علاوه از ذکر و از کاری که در روز میشه؟ به صورت کلی در روز عرفه که روز نهم هست، این مهمترین روز سال هست، مهمترین و با فضیلت ترین روز سال هست. مقایسه میشه با شب قدر، همان گونه که شب قدر برترین و در طول سال هست، روز عرفه این روز نهم ذوالحجه مهمترین روز سال در واقع میشه. همون گونه که در شب قدر الله متعال انسانها را به اصطلاح معاف میکند، از آتش جهنم نجات میدهد، گناهانشون بخشیده میشوند، در روز عرفه هم این گونه هست که الله متعال انسانهای زیادی رو از آتش جهنم در واقع نجات میدهد. اما این نشانه فضل الله متعال است که اعمالی رو که انجام داده این گونه نیست که ما حسرت حاجی رو بخوریم، گرچه حسرت داره به هر صورت، یعنی ثوابی رو که کسی که این همه زحمت جانی و مالی رو متحمل شده و این عبادت رو انجام داده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، گویا که تازه از مادر متولد شده گناهانش معاف میشوند. اما باز هم از این رهگذر کسانی که حتی به حج نیومدند میتونند که از فضایل و برکات حج و خصوصا روز عرفه اونها هم یعنی مستفید بشوند. خود این ذکری که عرض کردم مطلق یا مقیدش برای همه هست، یعنی حاجی و غیر حاجی در واقع این ذکر رو میگویند و همان گونه که حاجی در روز عرفه در میدان عرفات میرود و این فضیلت رو کسب میکنند، کسانی دیگر که غیر حاجی هستند میتونن در این روز روزه بگیرند. اما حجاجی که در حج هستند و در عرفه هستند اونها نباید روزه بگیرند، روزه گرفتن براشون جایز نیست. غیر از حاجی میتواند روزه بگیرد و این روزه گرفتن روز عرفه کفاره 2 سال گناهان هست، یکی همین سالی که الان هست یعنی سال قبل و یک سال بعدش. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صیام یوم عرفه که روزه گرفتن روز برای تو کفاره سنه التي قبله و سنه التي بعده، که من امیدوار هستم این کفاره 2 سال گناهان بشه. این فضیلتی هست که غیر حاجی هم میتواند اینو در واقع کسب بکنند. غیر از این در روایت دیگر گرچه برخی از علما این رو یک مقدار از سندش اشکال گرفتند و گفتند که ضعیف هست و تعدادی از علما هم که معتقد بر به اصطلاح باورشون است که روایت صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نماز فجر را با جماعت بخواند و بعد از نماز تا زمان اشراق در همون محلی که نماز خونده بنشیند و مشغول ذکر و عبادت الله متعال باشد و بعد از این که آفتاب طلوع میکند 2 رکعت نماز اشراق یا ضحی را بخواند، این در واقع به عنوان یک حج و عمره تامه یعنی کامل الله متعال اونو قبول میکنه. و این واقعا نشانه رحمت الله متعال است که بر اعمال خیلی کمی و ساده یک اجر و پاداش خیلی زیادی رو انجام میده. بعضی مثلا شاید مثلا میگه که این چه وضعی هست، اون حاجی میرود این همه زحمت کشیده، اون دعایی رو که انجام داده، اون اعمالی رو که انجام داده، اون بقیه عبادت‌های جانبی رو که حاجی انجام داده، اون به اصطلاح به جای خود نمازهایی رو که در حرم خونده، هر نمازی چه در حرم مکه چه در حرم مدینه که ثوابشون خیلی
مضاعف از 100,000 در حرم مکی این ثواب داره. اونا یک بحث جداگانه است که فقط شامل حال کسانی هست که بروند در حج. اما یک سری اعمالی هست که انسان وقتی که انجام میدهد الله متعال یک اجر بسیار عظیمی رو داره و این نشانه کرم الله متعال است که با یک عمل خیلی کم شما یک پاداش خیلی بزرگی رو در واقع دریافت میکنید. مثل همین ثواب حج و عمره برای کسی که نماز صبح رو با جماعت بخواند و تا وقت اشراق در مسجد بنشیند عبادت بکند و بعدش 2 رکعت نماز اشراق یا صلات ظهر در واقع بخواند. اما از یک جنبه میبینیم که کسانی که این توفیق را پیدا میکنند افراد اندکی هستند، با این که عملش خیلی ساده هست، زحمتی نیست. رفتی برای نماز فجر الان نیم ساعت دیگر یا نهایتش 1 ساعت دیگر صبر بکن در اونجا تا اینکه به اصطلاح آفتاب طلوع بکنه 2 رکعت نماز دیگر بخون. اما کسانی که این توفیق را بیابند واقعا این افراد کمی هستند و خوش نصیب هستند و امیدواریم که الله متعال هم حجاج را و هم غیر حجاج را از برکات حج و برکات روز عرفه و برکات این ایام معلومات ان شاء الله همه را بهره مند بکنه و بتونیم که از این روزها توشه‌ای رو برای آخرت خودمون ان شاء الله پس انداز بکنیم. ان شاء الله. این که حج محراب توحید بود و حاجی باید موحد باشه، هر لحظهش باید با توحید سپری شود، اما توحید برای غیر حاجی هم برای همه هست. توحید یعنی اساس زندگی هست و کسی بدون توحید به هیچ عنوان نجات پیدا نمی کند و الله متعال کسی رو که مشرک باشه ولو اینکه اسمش مسلمان باشه وقتی که اعمال شرک آمیزی رو انجام میده و از دایره توحید خارج میشه الله متعال شرک رو نمی بخشد به هیچ کسی و با یعنی این آلودگی شرک کسی وارد بهشت در واقع نمی شود. هم حاجی باید موحد باشه که تمام اعمالش در حالت بر توحید میکنند، هم غیر حاجی باید در تمامی اعمالی که انجام میدهد موحد باشه تا اینکه شایستگی مغفرت و بخشش الله متعال و نهایتاً بهشت برین الهی رو داشته باشه. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. وقت برنامه پایان رسیده. تشکر از تمام شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. یقینا از صحبت‌های جالب جناب مولانا عبدالقدوس دهقان مستفید شدید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. القلوب لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب لبيك لبيك جئنا محرمين لبيك من كل البقاع لبيك يحملنا الحنين لبيك يا الله والشوق دوما ابتسام لبيك يا